درود بر شما. توی این ویدیو آموزش دستبند در واقع گره کشویی رو داریم که هم برای دستبند استفاده میشه هم برای گردنبند. به این صورت دوتا نخ رو توی دستتون قرار میدین، در واقع میشه گفت ضربدری. یه نخ دیگه برمیداریم از 8 سانت تا 10 سانت و زیر این دو نخ قرارش میدیم. یه طرف کار رو به صورت پاپیون میذاریم زیر کار، این نخ باید بیاد رو و این نخ رو هم روی کار. در واقع میشه گفت زیر رو رو و بعد به صورت مساوی میکشیم. دوباره رو زیر و زیر میاریم داخل، رو زیر 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 رو رو. به این صورت گره کشویی ما درست میشه. زیر رو رو. رو زیر زیر. ادامه تا پایین این کار رو انجام میدیم. خب اضافه ها رو با قیچی گرفتم و برای تمیزکاری همه نخا رو یه سمت دستم میگیرم که یه وقت نسوزه و بقیهش رو با فندک تمیزکاری میکنم. این طرفشم به همین صورت. حالا ما یه گردنبند خوشگل رومانتویی داریم دیگه. سایز و اندازش هم بستگی به سلیقه خودتونه. ممنون از همراهیتون.